این ایران کشیده داتم ایتم بپوش بچه. خب مرا ما چند نفر هستین در خانه؟ در خانه 5 نفر 5 نفر خورترکش حساب نکردی خود 6 تا میشه کردیم کتم 5 تا میشه 6 تا خون خوش که تو 6 میشه نه آفرین خب پیسه میدا میکنی چندی را ازاری را ازاری میدا میکنی حضور چی میکنی اون متشو میبرم متشو کار میکنم خب متشی کار میکنی خب تو بگیرش قیچی بگی 10 دانه کنیش میشه میدا چرا من نمیشه والا گبان متگه نگوی نم دسته ده کرزی چی؟ کرزی؟ ماشاءالله حامد کرزی؟ حمید کرزی ماشاءالله ولی دا من بدارم من بابا خودی دید گیم بازی ده دغسی یو جمله و کلمه وایا چمونگ و خاندو بیا تا جایزه لري یو نقدی جایزه ده بیا تا وړاندې کوو انشالله زه دا ته وڅویم یو خنداور خپل خاطره وایا یا کوم فکایی وي یا بل نور شی مونږه غریبۍ راغلی تا نه موږ څه ویم مونږه غریبۍ راغلی تا ته اوس موږ خو هغه چه خنده میکنی دا بوده خالی چیز خنده دارم نمیتونی گفته چه خنده میگی ولی خنده هم دقیقه رازه چیز ولکه زما خبر پوشه زه ورته تا ته وویل چې یو دغسې یو جمله ووایه چې خندهداره وي چې برنده زمونږ غم وخندي لک طبیعت خشي کنه غم څه وکړو بیا یو نقدی جایزه لري بیا فکر کنم این دوست موقع مهارت داشت بدون از اینکه چیز بگویه ما را خندان نه خواستی که عملی نشان بدی که این خنده این میباشه سعیده؟ سعیده او انشالله ست دیر خایسته خانده از الله میخوایم که همیشه انشالله مثلا خوش باشی و طول ژوند که ما خیلی خب اوز دا واخله او پخنده یوش میره پخنده یوش میره 100 200 300 400 500 600 700 800 900 زره این از تو تاتا اولندیست حالا خودت نیاز به کمک داری؟ دیگه خب کران نشین هستم ماجر باشم بچه ما از کجا آمدی؟ از جوزجان خب کالایت خیلی چقدر معقول است خب مردم داده اگر مرد این ایران کشیده داتم ایتم بپوش بچه خب مرا دیگه چیز نداری؟ نه دیگه پیسه نیست؟ نه 2000 بالا قرض کردم قوما در غزنه بود گفتن که ما کمک رای که ما بیایم در کابل خدا برسانم خب ما گفتم بیا برده چشم ما یک کرایه خانه دارم او را هم داتم ایتم تقسیم میکنم اقا غم اندوره خب چی کنم گپ گوش که غم تو را ما نخورم این نخوره خدا نخوره کی بخوره یه نمی جنگلی از یه ایران چی میکنم برادر گل نمیمانن که این سر دوله میپرتی تو بپرتی برد یک لقمه نان خودم کار کرده ده ایستنده 70 ساله که پیدا کرده میخورم ایران بخل میکنن شاروال صاحب حالی دی پیسه نیست خب ای به من دادی بگیری داتم تشکر گرفتم برو خب دوستای عزیزی چیزی کاکا را گرفتیم دی پیسه میمانیم خب سگ خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دانه بیچاره وضعیت میگه مهاجر هستم نه حالا من این اینجا میمون بپاش برو نه من دیگه جانم کشیدم از تو باشه نه من بگه بپاش خیلی ببین برای داخلش جیبت چک کن در جیبت چه؟ در جیبت کدام چیزا نمانده؟ یک چیز ماندم در جیبت صحیح است؟ سلام علیکم کاکا جان خوب هستی؟ خوب هستی زنده باشی نیره باشه پیش ما دیگه من خودم وقت میگیرم این رقم نامت چی است؟ نام جمعه خان چی حال داری؟ خوب هستی؟ شکرا چی کیله مفروشی؟ بله خب ماشاءالله میشه فروشات هست نیست؟ مزه نداره ندارم از اینی؟ چند نفر هستین در خانه؟ در خانه
5 نفر 5 نفر خورترکش حساب نکردی خود 6 تا میشه کردیم کتم 5 تا میشه 6 تا خب خوش که تو 6 میشه نه آفرین خب یک چیزی بگو جالب باشه دوستان که میبینن خنده کنن جایزه داری پیسه نقد خب خنده دار باشه مقصد بله ها خب بگو دیگه افغانستان بخیر آرامی میشه بخیر از پس خدا میره بر اولی خنده داره خنده دار است ها چرا اصلا آرامی است دیگه خب یا خنده دار است یعنی آرامی نمیاد هیچ وقت همینطور نه بیا شکر بخیر شاید بیا بخیر خب خدا میره. خب خیلی خنده دار نیست دیگه نه خنده دار هست کجاش خنده داره نه یک چیز خنده دار بگو خاطر خوش زندگی تا بخوای نه جان جیر باشه خدا میره بموتن داره نه خب این خیر حساب کن حساب کن بگو یک bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 ده دانه نه ده دانه من نفهمیدم چی گفتی ازبکی گفتی نه یکی دو سه چهار پنج نه پیشتر ازبکی گفتی 8 9 10 بله ها خب تشکر خیر از گفتم ما بله ها سلام خوب هستی خوب است دعو من دوزی ما را اوز کش کده میری نه یعنی چی اسم پیش میدان بیرم پیشی میری پیش میدان خب پیسه میده میکنی چندی را ازاری را ازاری میده میکنی حضور چی میکنی اون متشو میبرم متشو کار میکنم خب متشکر کار میکنی خب تو بگیرش قیچی بگی 10 دانه کنیش میشه میده چرا من نمیشه نه چی میشه خب باشه یک چیز نامت چیست سیار جان چی خوب نامه همین سیار هستی دیگه هر جای میگردی خب یک چیز بگو یک کلمه یا یک داستان یا یک خاطره که جالب باشه به اندازه پیسه که میری میده میکنی اونم خبر جایزه میدیم من نمیفهمم یک چیز داستان جالب خنداور بگو چی داستان بگویم مثلا در این دکان دیگه قصای خنداور که میشه نه از طبیعتت معلوم میشه ماشاءالله چقدر خنده‌ای هستی بگو چی بگویم گفتم یک چیزی که دوستا ببینه خنده کنه والا اگه بانم تگه نگوی نه بگو بیا چی بگویم گفتم یک چیزی که جالب خنده دار باشه مردم خنده من نمیتونم والا چرا نمیتونی نمیتونم چی بگم من نمیتونم صبر کو اینم بگی حساب کو مایده میکنی نه هزاری تا 3000 دارم ها ارزش مایده میکنی؟ چه؟ نه خب یکیش خب مایده کنه بته دیگه هزاری جانا حسابش کن مش مایده نمیتونم والا اوی خیلی ما برات حساب کنم؟ خیلی خیلی تو بگی نه خیلی بر من نزدیک بگی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 یک روز چند کار میکنی؟ مرا 2 ساعت 2 ساعت یک روز؟ چند نفر هستین در فامیل باز؟ فامیل زیاد هستیم والا زیاد هستین؟ والا خب خیلی این مایده تام بگی این مایده شد نه؟ اینی 5 روز میتونی استراحت کنی در خانه صحیح شد نه؟ این اصلا یک چیز جالب هم نگفتی که دوستا خنده کنی چه بگم والا یک چیزی جالب یک فکایی یک داستان یک قصه بس که من خراب شد بس که بس که ساز خراب است آنی بایسکلت والا بس که خراب است خنده داره نی؟ خداحافظ الفتحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار